بینندگان محترم سامانه صبح نیوز سلام. برنامه مهمون است و ما افتخار میکنیم که میزبان دمیربک علیموف آوازخوان خوش سلیقه تاجیک هستیم. سن آمدید. ترانه اولین شما چی بود؟ یعنی که ترانه که شما رو مشهور کرد؟ باری اول بسانه من سال 2011 آمدم با سرود زلفان مایده. این سرود در فستیوال آزمون چکمه گیسو سراییده بودم و این سرود مرا به مخلصان بسیار معرفی کرد. در تلویزیون ها، در رادیو ها سرودم صدا میداد، لیکن خدا رو شکست نمیشنم. بسیاری ها بر اینند که سرود شما با نگین معقول و سرود کبوتر شما را مشهور یا تاجیکستان شما کرد. فکر شما چیست؟ بله، سرود ماورگی بسیار مشهور کرد، لیکن تا سرود ماورگی من بسیار سرود خونده بودم. پیش از ماورگی ما با نگین معقول سرودی یاداری سرود خونده بودیم در ماورگی جهانی. بعدا خواستیم که چهل که مخلصان نستقل کردن سرودی ماورگی رو خوندیم. ما دیگر بعدی که این سرودی ماورگی رو خوندیم اینقدر فکر نکرده بودیم که این سرود اینقدر مشهور میشود. چندین مخلصان نمیده. اساساً با کدام آوازخوانان همکاری میکنید؟ من با بسیار صنعتکاران همکاری میکنم. همه صنعتکاران برادری از من است، دادر و خواهر هستیم، لیکن بسیارتر با وفای نگینه با جانبه مرادوف. موسیقی صنعت است، اما در زمان ما آن را شو بیزنس مینامند. برای شما صنعت است یا تجارت؟ من فکر میکنم بی صنعت یگان که زندگی را تصور کردن ممکن نیست. صنعت این یک چیزی برای ما مقدس است. خیلی زندگی اپشتی همین صنعت است. صنعت برای ما تجارت هم است، چون که خیلی ما فقط سرود خونده گردیم و بی پول رویم و دیگه بگاه کنیم، زندگی ما پیش نمیره. استعداد و پول برای شما کدامش از اولین درجه است؟ البته استعداد است. شخصی که با استعداد باشد البته به مخلصان سرودش را معرفی کند شدنش ممکن، لیکن در زمان حاضر به پول و فکرم بسیار دشوار است. تالنت های بسیار هستند که همه خیلی گشتن شکست نمیدانند، چون که پول ندارند یا شرایطی سرودخوانی ندارند. بعضی ها هستند که شوق دارند لیکن کمتر استعداد ندارند، لیکن پول دارند. اصلا ترانه های شما رو کی می‌نویسد؟ ترانه ما رو بسیارش رو خودم می‌نویسم. 80% ترانه من خودم نوشته. مثلا زلفان مایده، عجب عجب دنیا، پروانه. آوازخوان ایدئالی او برای شما کیست؟ آوازخوان ایدئالی خیلی وقتی که آوازخوان رو ایدئال میگوییم باید ایدئال باشد، همه طرفه باشد. آوازخوان باید یگان اسباب موسیقی رو نوازد. استادا گفته گذاشته بودن که شنونده 5 خیل میشود. یکتاش لباست نگاه میکند، یکتاش حسنت نگاه میکند، یکتاش آوازت نگاه میکند، یکتاش طرزی نوازشت یا طرزی خواندنت نگاه میکند و اگر همش موافقت باشد البته ایدئال است. یعنی که ایدئال شما کیست؟ ایدئالی من برای خودم ایدئالی خودم جلوی موافقت. خراجات تنظیم کلیپ ها و لباس هایتان را از کجا تامین میکنید؟ خراجات تنظیمی سرود، آواز، لباس البته از خودم است.
چخیلی که معرکه میریم البته مخلصا زنده باشند و ما دعوت کردن گیرم و از آنها پول میگیریم و همیشه صرف نمیکنیم و البته لباس میخریم، سرودهای نو ایجاد میکنیم، کلیپ های نو آماده میکنیم. یک تای مثلا 1000 سوم گیریم، اگر 500 سومش نوازنده بودیم، اگر 500 سومش خدا میومد اول 300 400 سومش مثلا برای سانه صرف میکنیم. خیلی 100 سومش مثلا خیلی گروه بگیریم که ما فهمونم برای زندگی میرن. درباره وضع امروزه موسیقی پاپ تاجیک چی فکر دارید؟ منظور من این است که از آن شنوندگان خیلی ناراضی‌اند، بخصوص بزرگسالان. تنقید آنها هم بی‌پایان است. بعضی آوازخوانان جوان خود نمیفهمند که چی میخونند. باید صنعتکار اول همین روی صنعت کم و بیش وجود هم فهمیش داشته باشد، با بسته‌کاران همکاری کنند، با شاعران همکاری کنند. وقتی که وای سرود تیار میشد باید با یگان استادش یا با یگان نزدیکش که همین سرود رو میفهمد باید بگو گوش کند که همین سرود رو من میخوانم، همین خوانم چه خیلی مردم قبول میکنند. این خیلی کار میکردگی صنعتکاری هم بسیار نیکی بسیار هستند که همین خیلی میگیرن سروده شعرش خودشون مینویسن، خودشون آهنگش همین خیلی برکجا میوان میخوانن. خیلی همون هم نیکی رادیو رفتوست، تلویزیون رفتوست. خیلی که خودتان در بالا قید کردید قریب 80% متن سرودتان را خودتان می‌نویسید، یعنی که شما با فرمولای شعر آهنگ خودم میخونم. چی نظر دارید؟ میشود که یک نفر هم شاعر، هم ترانه‌ساز و هم آوازخوان باشد؟ من البته شاعر نیستم، لیکن آهنگ می‌نویسم برای خودم. من نوازنده هستم، من تنبور رو بسیار خوب آموختم. ششمقام با تنبور ایجاد شده است، با پرده های تنبور من بسیار خوب آموختم. شاید همین باشد من وقتی که تنبور می‌نوازم همون نوازشو من یک چیز ایجاد میکنم، خیلی کمتر ایجاد میکنم میمونم، کمتر ایجاد میکنم میمونم. بعد من وای آهنگ ایجاد کردم رو با چند متخصصان رفته همکاری کرده، بعد با شاعر میتیم وای سرود موسیقی رو، بعد شاعر شعر می‌نویسم بعد میخونم. با کدام شاعران همکاری میکنید؟ من واضح بسیارتر با استاد آذرخش همکاری میکنم. برای چی؟ من بسیار کامپوزیتوران یعنی آهنگسازان اول شعر رو میگیرن بعد آهنگ میبندن. بعضیشان اول آهنگ میسازن بعد با آهنگ شعر مینویسن. من نیست اول آهنگ ایجاد میکنم. من همین خیلی ممکن شاید خطا باشد، بعضی اگر استادان دیده مانند یا سخنی من خطا باشد، لیکن من همین خیلی اول آهنگ مینویسم. بعضی وقت این آهنگ هم هر وقت نمیبیاد، بعضی وقت خیلی یک راحت کرد شنیدگر یک آهنگی خوش رو میبیاد، بعد من با شاعر استاد آذرخش رفته همکاری میکنم و من میخونم. آیا در زندگی شما لحظه بود که به یأس و ناامیدی پیچیده باشید و با خود گفته باشید که نشد، بس بیا وقت است که همه را کنار بگذارم و مثلا به روسیه روم؟ این من فکر میکنم برای همه میشود این خیلی چیز. من وقتی که نو آغاز کردم کار رو همه خیلی میخوندم، سرود میخوندم، کار میرفتم، کنسرت ها برآمد میکردم، لیکن یگان نتیجه نبود. بعد من یه روز فکر کردم و من گفتم من با فکرم عادی کار نمیبرم. با خود فکر کردم. بعد یک همکارم هستن سهراب، اکی سهراب همکاری من برادر ازی من گفتم که اکا من با فکرم عادی این کار بانده نمیتونم، من بهترش دیگر کار رو میگیرم. بعد باید گفتم که نه تو باید همین کار رو دوام تی چی باکی تو میتونی. همه آدم برای من یک چی گم یک الهام بخشان میدونم یا یک بسیار یاردم کرد. من خودم بعد خانه رفته فکر کردم که من باید شوم و من از همون روز سر کرده کاری خود رو 10 مرتبه زیادتر کار کردم و همکاری کردم و خیلی که گفتم
اگر مبلغ نباشد آغاز کار البته دشوار است و بسیار دوستان بودن نزدیکان بودن برای آغاز کاری ما البته کمک کردن. اگر موسیقی آوازخوانی نبود با چی کار مشغول میشد؟ یعنی پلانی بی. من خیلی از خودی بسیار شوق داشتم لیکن من نمیگفتم که من صنعتکار میشم. من یکی همین بعدی ختم مکتب پدرم گفتم که تو رو من به آموزشگاه بردم داخل میکنم. بعد این چیز بر دل من دیگر خیلی جا شد و من بعد برای خود گفتم که من باید صنعتکار شدم. اگر من صنعتکار نمیشدم من راستش رو بگم آیوتی همه کار میبرم. من استادی هم کرده هستم. مثلا ما در دیه کلام شدگی مثلا استاد جیغ میزنین دیه با من یاردم میکردم، مثلا خیلی نقش میکردم، من هم نقش میکردم. بعد خیلی دیوار رو میلایدیم و پیشتر من خودم این کار رو میکردم، خیلی ریمونت میکردم. من بسیار تمام رو ناز میپزم با فکرم. نصیب باشد من یک روز شما بگم آش پخته میدیم. صنعتکار از دستش همه کار میبره. من براست میگم کسی که صنعتکاری اصیل است همه کار رو کرده میتوند، حتی دکتر هم شده میتوند باور کنید، لیکن نه هر کس صنعتکار شده میتوند. از نگاه شما شو بیزنس انسان رو ویران میکند یا انسان شو بیزنس رو؟ بسیاری ها بر اینند که آوازخوان یک انسانی خوب نیست، از شهرت و پول ویران شده است و این آدم ناخوب موسیقی را هم ویران میکند. بسیار سوالی نازده. بسیار فکر میکنم که صنعتکار آدم خوب نیست. هم در یک وقت معرکه رای میگرد صنعتکار همچون در قطار آدم ها قبول نمیکنن. مثلا بعضی معرکه میریم با صنعتکار میگن آرتیستا میگن، آرتیستا این طرف شیند آدم ها این طرف شیند. خیلی ما آدم نمی چی باید خیلی فکر میکنم چی باید که صنعتکار دنیاش تماما دیگر است. صنعتکار از مردم عادی بسیار پیش میرود. چون که بسیار سفر میکنند. مثلا همه آدمایی که خیلی گپ میزنند اساسشون هم برون گپ چی کار چی فهمیش دیگر. وقتی که فهمیش دیگر خیلی شد انسان ما نه فقط صنعتکارا مثلا هستن دیگر انسان هستن که از تاجیکستان بسیار سفرها کردن و آدما این خیلی گپ رو نمیگن. آدمایی که هستن بی‌سواد هستن میبخشید و همین گپا رو میگن. مثلا هیچ رو نمیدونن کالب چی نیست است همین یک چیز گویی دیگر همون значит همون گپ ده. مثلا همین چای تاق ولی ماسی چشیدگیش نه دیگر کار کردگیش نه همین گپ میکنن. همین خیلی صنعتکار بسیار این خود صنعتکار این تو صنعتکار رو من فکر میکنم انسان خوب نیست است. چرا که صنعتکار با یگان کس بدی نمیخواهد، حتی با دشمنش میخواهد که همون دشمنم خرسندی کنه و ما رفته خدمت کنم و همون خیلی خدمت میگیرم.